اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم با خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبین. هیچ جنبنده در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر خداست و خداوند رهایش گاه همیشگی و رهایش گاه موقتی آن را میداند. همه اینها در کتاب روشن درج است. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبین. اوست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام یک شما در عمل نیکوتر هستید. و چون به ایشان بگویی یقینا بعد از مرگ برانگیخته می شوید، کافران می گویند این سخن جز سحر، یعنی دروغ آشکار، چیزی دیگری نیست. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و اگر عذاب را از ایشان تا مدت محدود به تعویق اندازیم، بیگمان میگویند چی چیز این عذاب را باز می‌دارد. آگاه باشید روزی که عذاب به ایشان برسد هرگز از آنها باز داشته نمی شود و آنچه را مسخره می کردند ایشان را فرا می گیرد. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لیئوس کفور. و اگر به انسان از نزد خود رحمتی بچشانیم و سپس آن را از وی بازگیریم، بیگمان مایوس و ناسپاس است. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر کبیر. و اگر ما به او بعد از سختی و مشکلاتی که دیده نعمتها عنایت کنیم، بیگمان میگوید همه مصیبتها از من دور شد. واقعا او شادمان و خودستا می باشد، جز کسانی که شکیبایی ورزیدند و کارهای شایسته کردند. هم اینهایند که برایشان آمرزش و مزد بزرگ ارزانی شده است. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. شاید به خاطرت بیاید که بعضی از آنچه را به تو وحی شده ترک نمایی و سینه تنگ شود از اینکه میگویند چرا بر او گنج فرود آورده نشده یا با او فرشته نیامده است. به خاطر داشته باشی که تو صرف بیم دهنده می باشی و خداوند به هر چیز نگهبان است. ام یقولون افتراه
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا میگویند قرآن را افترا کرده است؟ بگو پس 10 سوره افترا شده مانند این سوره ها بیاورید و هر کسی را که میتوانید جز خدا برای کمک خیش بخوانید اگر صادق هستید. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. اگر درخواست شما را اجابت نکردند پس بدانید آنچه نازل شده به علم خدا نازل شده است و اینکه معبودی جز او نیست. پس آیا شما مسلمان شدنی هستید؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. کسانی که خواهان زندگی دنیا و زینت آن باشند جزای اعمالشان را کاملا در این دنیا و ایشان می‌دهیم و ایشان در آن زیانمند ساخته نمی‌شوند. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. همین هایند که برایشان در آخرت جز آتش نیست و آنچه را در دنیا انجام دادند هبطه شد و آنچه کردند باطل است. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آیا کسی که برای واضح از جانب پروردگارش قرار دارد و از پی آن گواهی از جانب خداوند به وی می آید طوری که پیش از آن کتاب موسی به حیث پیشوا و رحمتی آمده بود مانند کسی است که از حق انکار می کند؟ همین هایند که به قرآن ایمان می آورند و کسی از گروه ها که به آن کافر شد آتش وعدگاهی اوست. پس در مورد نزول آن در شبهه مباش. بیگمان این کتاب حق است از جانب پروردگار تو اما بیشتر مردم ایمان نمی آورند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. و کیست ستمگارتر از کسی که به خدا دروغ را افترا کرد؟ ایشان در روز قیامت به پروردگار خویش پیش کرده می شوند و گواهان می گویند این هایند کسانی که به پروردگار خویش دروغ بستند. آگاه باشید لعنت خدا بر ستمگاران است، آنانی که مردم را از راه خدا باز می دارند و در آن وارونگی می جویند، یعنی آن را نادرست جلوه می دهند و ایشان با آخرت کافرند. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. اینها خدا را در زمین عاجز ساختن نمی توانند، یعنی از مجازات اعمال خیش فرار کردن نمی توانند و برایشان جز خدا کارساز و پشتیبانی نیست. عذاب برایشان دوچند می شود. ایشان توانایی شنیدن حق را نداشتند و آن را دیدن نمی توانستند. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. ایشانند که خود را زیانمند ساختند و آنچه را ایشان افترا کردند از ایشان گم شد، یعنی آنها را در خلا گذاشت. لا جرم انهم فی الاخرة هم الاخسرون. لاجرم اینها در آخرت از همه زیانکارترند. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بیگمان آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به پروردگارشان فروتنی کردند، هم ایشانند اهل بهشت، جاودانه در آنجا می باشند. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثال این دو فریق درست همانند کور و کر در برابری بینا و شنواست. آیا اینها در مقایسه با یکدیگر مساوی‌اند؟ آیا پند نمیگیرند؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. بیگمان ما نوح را به قوم او فرستادیم که به آنها گفت من برای شما بیم دهنده آشکارم بر این که جز خدا چیزی دیگر را نپرستید. بیگمان من بر شما از عذاب روز دردناک می ترسم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. کلان شوندگان قوم او کافران گفتند ما تو را جز بشر مثل خیش نمی بینیم. کسانی را که از تو پیروی کرده اند در ظاهر رأی جز گروهی از اراذل نمی آبیم و برای شما بر خود فضیلت نمی بینیم بلکه شما را دروغگو فکر می کنیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح گفت ای قوم من ببینید اگر من از جانب پروردگار خود حجتی داشته باشم و برای من رحمتی از نزد خودش داده باشد که آن رحمت بر شما پوشیده باشد، آیا شما را به قبول آن وادار کنیم در حالی که از آن بیزارید؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. و ای قوم من در برابر آن دعوت از شما مالی نمی خواهم، نیست مزد من مگر بر خدا و من کسانی را که ایمان آورده اند از پیش خود نمی رانم. بیگمان ایشان پروردگار خیش را ملاقات می کنند
ولیکن من شما را قوم جاهل میبینم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ای قوم من، آیا چی کسی مرا در برابر عقوبت خدا کمک می کند اگر ایشان را از خود برانم؟ آیا پند نمی گیرید؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. و به شما نمیگویم که خزائن خدا نزد من است و نه هم غیب میدانم. نمیگویم که من فرشته ام. نمیگویم به کسانی که چشمان شما بر ایشان به حقارت مینگرد خداوند به ایشان هرگز خیری نمیدهد. خداوند به آنچه در دلهای ایشان می باشد داناتر است. اگر من ایشان را از خود برانم آنگاه بیگمان از ستمگاران خواهم بود. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. گفتند ای نوح، تو با ما مجادله کردی و با ما بسیار مجادله کردی، پس آنچه را با ما وعده می کنی بر ما بیاور اگر صادق هستی. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نوح گفت بیگمان آن را خداوند بر شما می آورد اگر بخواهد و شما این عذاب را مغلوب کننده نیستید. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اگر خدا بخواهد شما را گمراه بسازد در حالی که من بخواهم شما را نصیحت کنم نیز نصیحت من به شما سودی ندارد. اوست پروردگار شما و به سوی او بازگردانیده میشم. ام یقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. آیا میگویند آن را افترا کرده است؟ بگو اگر من آن را افترا کرده ام پس گناه من بر من است و من از گناهی که کرده اید مبرایم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. و به نوح وحی شد که هرگز کسی از قوم تو ایمان نمی آورد مگر آنانی که تا اکنون ایمان آورده اند. پس به سبب آنچه می کنند اندوهگین مباش. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. و کشتی را زیر نظر ما و مطابق به وحی ما بساز و بعد از این در مورد ستمگاران با من سخن مگو، یعنی شفاعتشان را مکن. بیگمان ایشان غرق شدنی هستند. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح کشتی را می ساخت و هر باری که گروهی از کلان شوندگان قوم او بر آن می گذشتند او را تمسخر می کردند. نوح گفت شما حالا ما را تمسخر می کنید، بیگمان ما هم شما را تمسخر می کنیم همان گونه‌ای که اکنون شما ما را تمسخر می کنید. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. به زودی خواهید دانست بر کدام کس عذاب رسوا کننده خواهد آمد
و عذاب چی کسی همیشگی خواهد بود. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وضع با همین منوال دوام کرد تا اینکه فرمان ما رسید و تنور جوشید. به نوح گفتیم از هر جنس 2 تن نر و ماده و نیز از خاندانت جز کسی که بر او حکم عذاب قبلا صادر شده است و همین مسلمانان را در کشتی حمل کن. و در این هنگام با او ایمان نیاورده بودند مگر عده معدودی. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح گفت در کشتی سوار شوید، به نام خداست حرکت آن و لنگر انداختن آن، حقا که پروردگار من آمر زنده و مهربان است. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. و کشتیشان را در امواج کوه پیکر می بود و نوح پسرش را که در گوشه بود صدا زد: ای پسرکم با ما سوار شو و با کفار مباش. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. پسر نوح گفت به زودی به کوه پناه میبرم که مرا از آب نگه دارد. نوح گفت امروز از فرمان خدا نگه دارنده ای نیست مگر کسی که خدا او را ببخشد. و میان ایشان موجی حایل شد و او از جمله غرق شدگان بود. وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت على الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. و از جانب خدا گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان باران خود را باز دار. آب فرو نشست، کار تمام شد و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و گفته شد دور باد مردم ستمگر از مرحمت خداوند. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. و نوح پروردگار خود را ندا کرد ای پروردگار من بیگمان پسر من از اهل من است و وعده تو حق است و تو بهترین حکم کنندگان هستی. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. خداوند گفت ای نوح بدون شک او از اهل تو نیست زیرا او دارای عمل ناشایسته است. پس چیزی که به آن علمی نداری از من مپرس، واقعا که من تو را پند میدهم تا مبادا از جاهلان باشی. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح گفت پروردگار من بیگمان به تو پناه میبرم از آن که از تو چیزی را میپرسم که به آن علمی ندارم و اگر مرا نیامرزی و بر من رحمت نفرمایی بیگمان از زیانکاران میباشم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا
عليم. از جانب خدا گفته شد ای نوح، با سلامتی و برکت هایی که از جانب ما شامل حال تو و گروه های امراهی تو شده است از کشتی فرود آی و امتهای نیز که با زودی ایشان را برای یک دوره محدود بهره‌مند می‌گردانیم، سپس از جانب ما به ایشان عذاب دردناک میرسد. تلك من انباء الغیب نوحیها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اینها از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می کنم. پیش از این نه تو و نه هم قوم تو اینها را می دانستند. پس صبر و استقامت کن، بیگمان عاقبت نیکو از آن پرهیزگاران است. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. و به قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. او گفت ای قوم من، خدا را پرستش کنید که برای شما جز او معبودی نیست و در این که به خدا شریک می آورید نیستید مگر افترا کنندگان. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ای قوم من، در برابر این دعوت از شما مزد نمی طلبم. مزد من نیست جز بر آن که مرا فریده است. آیا نمی فهمید؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. و ای قوم من، از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به او رجوع کنید، یعنی توبه نمایید تا بر شما از آسمان باران را پیوسته بفرستد و نیروی بر نیروی شما بیفزاید و گناهکارانه از حق رو گردان مشوید. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. گفتند ای هود، به ما حجتی نیاوردی و ما معبودان خود را به گفته تو ترک گفتنی نیستیم و نه هم به تو ایمان آرنده ایم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما نمیگوییم مگر این را که شاید بعضی از معبودان ما به عقل تو زیانی رسانده اند. گفت من خدا را گواه می آورم و شما گواه باشید که من واقعا از آنچه شما شک می آورید بیزارم و جز وی. پس همه شما در حق من دسیسه بیچینید، سپس به من مهلت ندهید. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بیگمان من با خدای پروردگار خود و پروردگار شما توکل کردم. هیچ جانداری نیست مگر آن که خدا از موی پیشانی آن میگیرد، یعنی بر آن تسلط کامل دارد. بیگمان پروردگار من بر راه راست است. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.
اگر روی برگردانید یعنی نافرمانی کنید، پس بیگمان پیامی را که با آن به سوی شما فرستاده شدم ابلاغ کردم و پروردگار من قوم دیگری را جز شما جانشین می سازد و شما به او هیچ ضرری رساندن نمی توانید. حقا که پروردگار من به هر چیز نگهبان است. ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمة منا ونجیناهم من عذاب غلیظ. و چون فرمان ما فرا رسید، هود و آنانی را که با او ایمان آوردند به مرحمتی از جانب خود نجات دادیم و ایشان را از عذاب شدید رهانیدیم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنید. و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را تکذیب و پیامبران او را نافرمانی کردند و فرمان هر سرکش ستیزکاری را پیروی نمودند. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. و لعنت در این دنیا ایشان را دنبال کرد، یعنی از ایشان نام ننگین ماند و در آخرت نیست. بیگمان عاد به پروردگار خود کافر شدند. آگاه باشید دور باد عاد قوم هود از رحمت الهی. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب. و به قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. او گفت ای قوم من، خدا را پرستش کنید، برای شما جز او معبودی نیست. او شما را زمین آفرید و به آبادانی آن گماشت، لذا از او آمرزش بخواهید، سپس به او رجوع کنید. بیگمان پروردگار من نزدیک و اجابت کننده دعا است. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. گفتند ای صالح، واقعا تو قبلا در میان ما مایه امید بودی. آیا تو ما را از پرستش آنچه پدران ما می پرستیدن منع می کنی؟ و ما بیگمان به آنچه تو ما را به آن می خوانی در شک و تردید هستیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صالح گفت ای قوم من، و من بگویید اگر من از جانب پروردگار خود دلیل آشکاری داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی داده باشد، اگر خدا را نافرمانی کنم کی مرا در برابر خدا یاری می دهد؟ پس شما جز نقصان به من چیزی زیاده نمی کنید. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب. ای قوم من، این ناقه از جانب خدا برای شما نشانه است، پس آن را بگذارید تا آزادانه در زمین خدا بچرد و به آن ضرر مرسانید، در غیر آن به زودی عذاب شما را گرفتار می کند. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب.
ایشان آن شتر را پی کردند. پس صالح گفت در خانه‌های خود 3 روز از زندگی بهره‌مند باشید. این وعده است غیر قابل تکذیب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. پس چون فرمان ما فرا رسید، صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به مرحمتی از جانب خود نجات دادیم و ایشان را از رسوایی آن روز وارهانیدیم. حقا که پروردگار تو هم اوست قوی و صاحب قدرت منی. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. و ستمگاران را آواز مهیب فرو گرفت. پس در خانه‌های خود چون مردگانی بر روی افتاده گردیدند که گویی هرگز در آن سرزمین زندگی نداشتند. آگاه باشید واقعا ثمود به پروردگار خود کفر ورزیدند. هان دور باد ثمود از رحمت خداوند. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. به تحقیق که فرستادگان ما به ابراهیم بشارتی آوردند، گفتند سلام بر تو. ابراهیم گفت و بر شما نیز سلام. پس طول نکشید که برایشان گوساله بیریانی آورد. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. و چون دید دست آنها به طعام نمی رسد، یعنی از آن نمی خورند، رویه ایشان را ناشنا پنداشت و از ایشان احساس ترس کرد. گفتند مترس، بیگمان ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. زن ابراهیم که در آنجا ایستاده بود خندید. پس ما او را به پیدایش اسحاق و از پی اسحاق به پیدایش یعقوب بشارت دادیم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. آن زن گفت وای بر من، آیا در حالی که من پیرزن ام باز هم فرزندی خواهم آورد و این شوهر من مرد بس کلان سال است؟ واقعا این چیزی عجیب است. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فرستادگان گفتند آیا از قدرت خدا تعجب می‌کنی؟ رحمت خدا و برکات او شامل حال شما خانواده است. حقا که خداوند ستوده و بزرگ است. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. چون از ابراهیم ترس دور شد و این مژده به او رسید، با ما درباره قوم لوط مجادله می‌کرد. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. آری ابراهیم بردبار، دلسوز و خداجو بود. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير
مردود. خداوند به او گفت ابراهیم از این کار صرف نظر کن. واقعیت این است که فرمان پروردگارت صادر شده و بیگمان به ایشان عذابی که برگشت ندارد رسیده نیست. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب. هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند ناراحت و دلتنگ گردید از ترس اینکه مبادا نتواند ایشان را حفاظت کند و گفت این روز سختی است. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشید. و قوم او به سوی او یورش کنان آمدند و ایشان قبلا کارهای زشت می کردند. لوط گفت ای قوم من اینها دختران من هستند، ایشان برای شما اگر نکاحشان کنید پاکیزه ترند، بنابراین از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانان من رسوا مکنید. آیا در میان شما مردی رشیدی وجود ندارد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ایشان گفتند واقعا تو میدانی که با دختران تو حق و میل نداری و تو خوب میدانی که ما چی میخواهیم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید. گفت ای کاش در برابر شما قدرتی می داشتم یا با تکیهگاه مستحکم پناه برده می توانستم. قالوا یا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب. فرستادگان گفتند ای لوط بیگمان ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، ایشان هرگز به تو دست یافتن نمی توانند. پس در پاسی از شب خانواده خیش را از این شهر ببر و هیچ کس از شما به پشت سر خود نگاه نکند مگر همسرت که به او نیز همان چیزی رسیده نیست که به ایشان می رسد. بیگمان موعد ایشان صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید. چون فرمان ما فرا رسید آن خانه ها را زیر و رو کردیم و بر ایشان از سنگ گل یعنی گل پخته پی در پی بارانیدیم، سنگ هایی که در نزد پروردگارت نشان کرده شده بود و این از ستمگاران دور نیست. و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. و به سوی قوم مدین برادر ایشان شعیب را فرستادیم. او گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید، شما را جز او معبودی نیست و پیمانه و وزن را کم مکنید، بیگمان من شما را به خیر یعنی در آسودگی می بینم.
و بیگمان به شما عذاب روز فراگیر را خوف دارم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و ای قوم من، پیمانه و وزن را به انصاف ادا کنید، به مردم هیچ چیزشان را کم ندهید و در زمین به فسادکاری دست نیازید. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. آنچه خدا به شما بعد از ایفای پیمانه و وزن باقی گذارد برای شما بهتر است اگر مؤمن هستید و من بر شما نگهبان نیستم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. گفتند ای شعیب، آیا نماز تو را دستور می دهد که آنچه را پدران ما می پرستیدند ترک گوییم یا در اموال خود طوری که بخواهیم تصرف نکنیم؟ بیگمان تو انسان برده‌بار و راه یافته می باشی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. گفت ای قوم من، آیا دیدید اگر من از جانب پروردگار خود دلیل آشکار داشته باشم و او مرا روزی خوبی از جانب خود داده باشد، آیا باز هم از فرمان او تخلف ورزم؟ من اراده ندارم که با شما مخالفت کنم، یعنی نمیخواهم مرتکب عملی شوم در چیزی که شما را از آن منع می نمایم. من تا حدی که بتوانم جز اصلاح نمیخواهم و توفیق من جز به مدد خدا میسر نیست. بر وی توکل کردم و به او رجوع می کنم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعید. ای قوم من، مبادا دشمنی شما با من شما را نیز به سرنوشت قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح دچار سازد و قوم لوط از شما دور نیست. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. و از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به سوی او به توبه رجوع کنید، حقا که پروردگار من مهربان و دوست دارنده است. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. گفتند ای شعیب، بسا چیزهایی را که میگویی نمیفهمیم و بیگمان تو را در میان خود ضعیف میبینیم و اگر به خاطر قبیله تو نمی بود بیگمان تو را سنگسار میکردیم و تو پیش ما عزتی نداری. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط.
شعیب گفت ای قوم من، آیا قبیله من نزد شما از خدا عزیزتر است، در حالی که فرمان خدا را پشت سر خویش انداخته اید؟ بیگمان به آنچه میکنید پروردگار من احاطه دارد. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. و ای قوم من، هرچی میتوانید بکنید، من هم آنچه میتوانم انجام خواهم داد. و زودی خواهید دانست عذاب رسوا کننده به سر وقتی کی می آید و کی دروغگوست. انتظار بکشید، بیگمان من نیز با شما منتظرم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. و چون فرمان ما رسید، شعیب و کسانی را که با او ایمان آوردند به رحمتی از نزد خود نجات دادیم و ستمگاران را آواز مهیب فرا گرفت. پس در خانه های خود مردگان بر روی افتاده گردیدند، گویی هرگز در آنجا زندگی نداشتند. آگاه باش، دور باد مدین از رحمت خدا، چنان که قوم ثمود دور شدند. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. بیگمان ما موسی را با آیات خود و با حجت آشکار فرستادیم به سوی فرعون و کلان شوندگان قوم او، ولی آنها فرمان فرعون را پیروی کردند، در حالی که فرمان فرعون مایه رهیابی نبود. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. او در روز قیامت جلوروی قوم خود می شود و ایشان را در آن گرمی سوزان عوض آن که به آبگاه ببرد وارد آتش می کند. و چی بد جایی است دوزخ که به آن وارد ساخته می شود. و اتبعوا فی هذه لعنة و یوم القیامة بئس الرفد المرفود. ایشان در این جهان و هم در روز قیامت با لعنت تعقیب می شوند و چی بد عطیه است که به ایشان داده می شود. ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم و حصید. این از احوال شهرهاست که برای تو بازگو می نماییم که بعضی هنوز بر پایند و بعضی درو شده، یعنی از بین رفته. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ما به آنها ستم نکردیم بلکه خودشان بر خویشتن ستم کردند. چون امر پروردگار تو رسید، آن معبودانی که جز خدا و ایشان نیایش می کردند از آنها دفاع نتوانستند و به ایشان جز هلاکت نیفزودند. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید. و چنین است گرفتار کردن پروردگار تو چون مردم شهرها را گرفتار کند و ایشان ستمگار باشند. حقا که گرفتار کردن او دردناک و شدید است. این فی ذلک لآیة
آيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ. بیگمان در این سخن نشانه است برای کسی که از عذاب آخرت یعنی روز قیامت بترسد. این روزی است که در آن همه مردم جمع می شوند و روزی است که همه در آن حضور دارند. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. ما آن را به تأخیر نمی اندازیم مگر تا زمان مقرر شده. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. روزی که قیامت فرا رسد هیچ کس جز به اجازه او سخن نمی گوید. بعضی از ایشان بدبختند و بعضی هم سعادتمند. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. پس کسانی که بدبخت شدند در آتش می باشند، در آنجا برایشان فریاد شدید و ناله زار است. خالدین فیها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. تا آسمان ها و زمین پاورجاست در آن آتش همیشه به سر میبرند مگر آنچه پروردگار تو بخواهد. حقا که پروردگار تو هر چیزی را که بخواهد انجام دادنی است. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. و اما آنانی که سعادتمند شدند در بهشت می باشند و تا آسمان ها و زمین پاورجاست در آنجا جاودانه به سر می برند مگر آنچه پروردگارت بخواهد. بخشش بلا انقطاع. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. پس در مورد آنچه ایشان می پرستند شبهه‌ای به خود راه مدید. ایشان نمی پرستند مگر به گونه‌ای که پیش از این پدرانشان پرستش می کردند و بیگمان ما نصیب ایشان را بدون کم و کاستی می دهیم. ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربك لقضی بینهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. حقا که به موسی کتاب یعنی تورات را دادیم پس در آن اختلاف به عمل آمد و اگر قبلا از جانب پروردگار تو حکم صادر نمی شد بیگمان در میانشان داوری صورت می گرفت و واقعا ایشان در مورد آن در شک آمیخته با بدگمانی اند. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. بیگمان پروردگارت به همه مردم جزای کامل اعمالشان را می دهد. حقا که او به آنچه می کنند آگاه است. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. پس به همان گونه‌ای که مأمور شدی ثابت قدم باش، هم تو هم آنهایی که با تو به خدا رو آورده اند و سرکشی مکنید. حقا که او به آنچه می کنید بیناست. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
ينصرون. و به ستمگاران میل نورزید، یعنی ایشان را تکیهگاه خود نسازید، زیرا با این کار آتش شما را میگیرد و برای شما جز خدا حامیانی نیست و در این حال به شما کمک نمی‌شود. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. و نماز را در دو طرف روز و اوایل شب برپا دار، بیگمان حسنات سیئات را می‌زداید. این پند است به مردم پندنیوش. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. و صبر کن، حقا که خداوند مزد نیکوکاران را ضایع نمی کند. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. پس چرا در قرنهای پیش از شما مردم خیرمندی نبودند که از گسترش فساد در روی زمین جلوگیری می‌کردند، مگر تعداد قلیلی از ایشان که آنها را نجات دادیم. و ستمگاران به راهی رفتند که غرق تن پروری شدند و گناهکار بودند. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. و چنین نیست که پروردگارت آبادی ها را به ستم نابود سازد در حالی که اهل آن در صدد اصلاح باشد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. و اگر پروردگارت میخواست مردم را امت واحد میگردانید، ولی ایشان همواره در اختلافند، جز کسانی که خداوند بر آنها رحم کند و به همین مقصد ایشان را آفرید. و حکم پروردگارت قطعیت یافت که دوزخ را از مجموعه از جن و انس پر میکنیم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هر چیزی را که ما به تو از احوال پیامبران بیان میکنیم با آن قلبت را قوت میبخشیم و در این داستانها برای تو سخن حق آمده است و پندی و یادبودی برای مؤمنان. وقل للذین لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. و به آنهایی که ایمان نمیارند بگو هرچی میتوانید بکنید، ما نیز آنچه میتوانیم انجام خواهیم داد. انتظار بکشید، ما نیز منتظریم. ولله غیب السماوات والأرض وإلیه یرجع الأمر كله فاعبده وتوکل علیه وما ربك بغافل عما تعملون. اسرار غیب آسمان ها و زمین از آن خداست و همه کارها به او ارجاع می شوند. پس او را پرستش کن و بر او توکل نما و از آنچه می کنید پروردگارت بیخبر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. الف لام را،
این آیات کتاب آشکار است. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حقا که ما آن را قرآن عربی نازل کردیم تا باشد که شما درک کنید. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما به تو بهترین قصه ها را قصه می کنیم که این که به تو این قرآن را وحی کردیم هرچند پیش از این از غافلان بودی. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. به یاد آر هنگامی را که یوسف با پدرش گفت ای پدرم من 11 ستاره و خورشید و ماه را به خواب دیدم که به من سجده می کنند. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. یعقوب گفت ای پسرکم رویای خود را به برادرانت قسم مکن مبادا برای تو دسیسه بسازند حقا که شیطان برای انسان دشمنی است آشکار. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. و بدین ترتیب پروردگارت تو را برمیگزیند و از تعبیر خوابها و حوادث به تو میآموزد و نعمت خیش را بر تو و بر آل یعقوب تمام می کند مثل که آن را پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد حقا که پروردگارت دانا و با حکمت است. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. واقعا در داستان یوسف و برادرانش نشانه هایی است برای جویندگان حق. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. به یاد آر وقتی را که برادران گفتند براستی که یوسف و برادر سکه او نزد پدر ما از ما محبوب ترند در حالی که ما نیرومندیم بیگمان که پدر ما در خطای آشکار است. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. یوسف را بکشید یا او را به سرزمین نامعلوم بیفکنید تا توجه پدر شما تنها به شما بماند و بعد از وی گروه صالح باشید. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. یکی از آنها گفت یوسف را مکشید اگر کاری میخواهید بکنید او را در قعر چاهی بیفکنید تا یکی از رهگذران او را بگیرد. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. گفتند ای پدر ما تو را چی شده که برای یوسف ما را امین نمیدانی در حالی که ما واقعا خیرخواه اوییم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. او را با ما فردا بفرست تا دم بیاساید و بازی کند و بیگمان ما بر او نگهبانی. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
یعقوب گفت واقعا مرا اندوهگین می سازد که او را از پیش من ببرید و هراس دارم مبادا در هنگامی که متوجه او نباشید او را گرگ بخورد. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. گفتند اگر او را گرگ بخورد در حالی که ما نیرومندیم حقا که در آن صورت زیانکار خواهیم بود. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. پس چون یوسف را بردند و اتفاق کردند تا او را در قعر چاهی بیفگنند به وی وحی کردیم یقینا روز ایشان را به این کارشان آگاه می‌گردانی در حالی که آنها تو را نشناسند. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. و شبانگاه گریه کنان نزد پدر خود آمدند. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. گفتند ای پدر ما حقیقت این است که ما رفتیم با هم مسابقه می کردیم و یوسف را نزد کالاهای خود گذاشتیم پس گرگ او را خورد ولی تو سخن ما را باور نمی کنی اگرچه ما راستگو هم باشی. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. و پیراهن او را با خون دروغینی که به آن آغشته بودند آوردند. یعقوب گفت نخیر بلکه هوای نفس شما برای شما این کار را آراسته است پس کار من صبر جمیل است و خدا بر آنچه میگویید مددگار است. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. و کاروان آمد آبدار خود را فرستادند او دلو خود را انداخت و گفت چی مژده ای؟ این نوجوانی است و او را به حیث سرمایه پنهان داشتند و خداوند به آنچه می کردند داناست. و شروه بثمن بخس دراهم معدودة و كانوا فیه من الزاهدین. او را به بهای ناچیز فروختند در همه چند و در مورد فروختن او بی اعتنا بودند. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و کسی که او را از مصر خرید به همسر خود گفت مقام او را گرامی دار شاید او به ما مفید ثابت شود یا او را فرزند بگیریم و بدین گونه یوسف را در آن سرزمین جاگزین ساختیم تا به او تعبیر خوابها و حوادث را بیاموزیم و خداوند بر کار خود غالب است و لیکن اکثر مردم نمی‌دانند. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. و چون یوسف به حد بلوغ رسید او را قدرت داوری و علم دادیم و این چنین نیکوکاران را پاداش میدهیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله
إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. و از زنی که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجویی کرد و درها را بست و گفت پیش آی برای کامجویی تو آماده‌ام. یوسف گفت پناه میبرم با خدا، بیگمان شوهر تو صاحب نعمت من است. او مقام مرا در این خانه گرامی ساخت، حقا که ستمگاران رستگار نمیشوند. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. و آن زن از یوسف کام خواست، او نیز اگر دلیل پروردگارش را نمیدید از آن زن کام میجست. این چنین کردیم تا از او بدی و فحشا را دور سازیم، بیگمان او از بندگان مخلص ماست. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هر دو به سوی دروازه شتافتند. او پیراهن یوسف را از پشت دید و شوهر آن زن را نزدیک دروازه یافتند. زن گفت جزای کسی که به خانواده تو بدی بخواهد چیست جز آن که زندانی شود یا عذاب دردناک ببیند. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف گفت این او بود که مرا به کامجویی فراخواند و گواهی از کسانی آن زن گواهی داد بر این که اگر پیراهن او از پیش دریده شده است پس زن راست میگوید و یوسف از دروغگویان است. و این کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. ولی اگر پیراهن او از پشت دریده شده است پس آن زن دروغ گفته است و یوسف از راستگویان است. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. و چون عزیز پیراهن او را دید که از پشت دریده شده است گفت بیگمان این کار از مکر و افسون شما زنان است و بیگمان مکر و افسون شما بزرگ و خطرناک است. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین. یوسف از این ماجرا درگذر و تو هم ای زن برای گناهت آمرزش بخواه، تو واقعا از خطاکاران بوده ای. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. گروهی از زنان در شهر گفتند زن عزیز از غلامش کام می جوید، براستی عشق این جوان به اعماق دل او را یافته است، بیگمان ما او را در گمراهی آشکار می بینیم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم. چون زن عزیز از مکرشان آگاه شد ایشان را دعوت کرد و برایشان تکیه‌گاهی آماده ساخت، یعنی مهمانی مجلل برپا نمود و برای بریدن میوه به دست هر یکیشان کاردی داد و به یوسف گفت بر ایشان بیرون آی. پس چون او را دیدند او را ستودند و در عالم حیرت دستهای خود را بریدند و گفتند
پاک است خدا، این جوان بشر نیست، این نیست مگر فرشته نجیب. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. زن عزیز گفت این است آن که مرا در مورد عشق با وی ملامت کرده بودید. من واقعا برای کام گرفتن از او با وی مراوده برقرار کردم، ولی او خویشتنداری کرد. ولی اگر او کنون از آنچه به او دستور میدهم ابا ورزد، البته به زندان خواهد افتاد و مسلما از زمره مردم ذلیل خواهد شد. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف گفت پروردگار من، زندان نسبت به آنچه مرا به آن فرا میخوانند برایم خوشایندتر است و اگر از من دسیسه این زنان را دفع نکنی به ایشان شفته میشوم و از جاهلان میگردم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السمیع العلیم. در این حال پروردگارش دعای او را اجابت کرد و دسیسه ایشان را از او دفع نمود، حقا که هم اوست شنوا و دانا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. سپس بعد از اینکه نشانه‌های را از پاکی یوسف دیدند، با آن هم به خاطر ایشان آمد بهتر است او را تا مدت زندانی کنند. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. و با او در زندان دو جوان داخل شدند. یکی از ایشان گفت خود را در خواب میبینم که انگور را برای شراب میفشارم و آن دیگر گفت خود را در خواب میبینم که به سرم نان میبرم و مرغان از آن میخورند. ما را از تعبیر آن آگاه ساز، ما تو را واقعا از نیکوکاران میبینیم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف گفت برای شما طعامی که جیره داده می شود نمی آید مگر اینکه پیش از آن من از تعبیر آن خوابها شما را آگاه سازم. این از چیزهایی است که خداوند به من آموخته است. بیگمان من کیش گروهی را ترک گفتم که به خدا ایمان نمی آرند و ایشان به آخرت کافرند، یعنی از قیامت انکار دارند. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. و کیش پدران خود ابراهیم، اسحاق و یعقوب را پیروی کردم. برای ما روا نیست که به خدا چیزی را انباز گیریم. این از فضل خدا بر ما و بر مردم است، و لیکن اکثر مردم ناسپاسند. یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای دو یار همزندان من، آیا معبودان متعدد بهترند یا خدای واحد و بسیار غالب؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شما غیر خدا نمی پرستید مگر اسمهای بی مسمایی را که شما و پدران شما بر آنها نام خدا را گذاشته اید. خداوند بر آنها هیچ دلیلی نفرستاده است. نیست حکم مگر از جانب خدا. حکم کرده است که جز او کسی دیگر را نپرستید. این است آیین واقعی و لیکن اکثر مردم نمی دانند. یا صاحبی السجن اما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ای دو دوست هم زندان من، اما یکی از شما آزاد می شود و با بادار شراب می نوشاند و اما آن دیگر به دار آویخته می شود و مرغان از سر او می خورند. در موضوعی که سوال می کنید چنین حکم شده است. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. و یوسف به یکی از آن دو تن که می پنداشت آزاد می شود گفت مرا نزد بادارت یاد کن. اما شیطان یاد یوسف را نزد بادارش از خاطر او برد و یوسف چند سال در زندان باقی ماند. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. پادشاه مصر گفت در خواب 7 گاو فربه را میبینم که 7 گاو لاغر آنها را میخورند و 7 خوشه سبز غله و 7 خوشه خشک را. ای کلان شوندگان، حکم خوابم را روشن کنید اگر خواب را تعبیر کرده میتوانید. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأویل الأحلام بعالمین. گفتند خوابهای پریشان است و ما با تعبیر خوابهای پریشان آگاهی نداریم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأویله فأرسلون. یکی از آن 2 نفر که از محبس نجات یافته بود و بعد از مدت یوسف را به یاد آورد و پادشاه گفت من شما را به تعبیر این خواب خبر می دهم، پس مرا نزد یوسف بفرستید. یوسف ایها الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الى الناس لعلهم یعلمون. یوسف ای مرد راستگوی، برای ما تعبیر رویای 7 گاو فربه که آن را 7 گاو لاغر میخورند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه دیگر خشکیده را بگو. شاید من به سوی این مردم برگردم تا ایشان بدانند. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف گفت 7 سال پیاپی طبق معمول زراعت می کنید، پس آنچه را درو می کنید در خوشه آن بگذارید مگر اندکی از آن را که می خورید. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. باز بعد از آن 7 سال سخت خشکی و قحطی می آید که آنچه را برای ایشان از پیش ذخیره کرده بودید می خورند مگر اندکی از آنچه که برای تخم نگه می دارید. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
بعد از آن سالی می آید که در آن برای مردم باران فراوانی می شود و در آن انگور و دیگر دانه ها را می فشارند و از آن آب می کشند. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. پادشاه گفت او را نزد من بیاورید. اما یوسف هنگامی که فرستاده نزد او آمد گفت نزد بادارت بازگرد و از او بپرس و موقف زنانی که دستهای خود را بریدن چیست؟ بیگمان خداوند من از مکر ایشان آگاست. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. پادشاه به زنان گفت هنگامی که می‌خواستید از یوسف کام بگیرید موقف شما چی بود؟ گفتند پاک است خدا، ما در او یعنی یوسف از بدی چیزی نیافتیم. زن عزیز گفت حالا حق آشکار شد، من با او برای کام گرفتن مراوده برقرار کردم و او واقعا از راستکاران است. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. این را گفتم تا بداند که من در غیابش به او خیانت نکردم و خداوند هرگز نیرنگ خائنان را رهبری نمی کند.